انتقال رهبریت دینی به دست جاهلا هست. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. آیا همه عربستان در ما در همه روسیه که میره شهروردید میسن ببین جای کار که جای دا میگیری دکان میسازی ارنده میگیری این ای جنت این ای دوزخ اینا مطلب کنکریت نمیگم جد گیجو این ای اوجسته دیدگی اینو کشه بسمت دیدگی جلگی و یکو تا زمان عقیده توحید باقی میمانه که رهبریت دینی ملا و مولوی و شیخ الحدیث و اینا اشخاص واقعا عالم باشن، اما اگر جاهلا آمدن در رأس قدرت